ما اول یک برگه درست میکنیم که توی اون برگه من خدمت شما به صورت کامل، به صورت تک به تک اونها رو آموزش بدم. همونطور که خاطرتون هست من میگفتم که روی این کلیک بکنیم، روی این لینک، و وقتی که کلیک کردیم روی اودین بیلدر بزنیم. یک روش دیگه هم هست. بعد از اینکه صفحه رو تولید کردید میتونید همینجا روی این تب که اودین بیلدر هست کلیک بکنید و یک مرحله سریعتر به بخش تولید محتواتون برسید. خب ما توی این قسمت قرار ماژول های پایه رو یاد بگیریم. به ترتیب من از اولی شروع میکنم و این 8 ماژول رو با هم جلو میریم. البته عنوان و عکس و ویرایشگر متن رو خیلی باش کار کردیم و جدا کننده رو این چند تا کار کردیم، ولی خب صوت و دکمه و ویدیو امروز خیلی تکمیل تر و مفصل تر روش کار خواهیم کرد. خب اول من با صوت شروع بکنم. اگر ما بخوایم آهنگی یا سخنرانی، متن، هر فایل صوتی رو اینجا داشته باشیم، اول که صوت رو میگیریم و میکشیم هر جایی که میخوایم و میتونیم الان انتخاب بکنیم. دو تا حالت داره. یا من میتونم خودم آپلود بکنم کتابخانه رسانه، اضافه کردن فایل های صوتی، و اینجا فایل صوتی خودم رو انتخاب میکنم. وقتی که فایل صوتی خودم رو انتخاب بکنم میتونم روش کلیک بکنم و شروع کنه آپلود کردنش در وبسایت و بعد میتونم در اختیار مخاطبای خودم قرار بدم. یک حالت دیگه هم هست که من میتونم این فایل صوتی رو از سایت دیگه بیارم و داخل سایتم بذارم. حالا ما اول این حالت رو امتحان میکنیم. میتونیم اینجا انتخاب بکنیم و میبینیم که فایل صوتی ما قرار میگیره. خب حالا که آپلود شد، من اینجا دو تا آپشن دارم. یکی این که میتونم انتخاب بکنم که از همون موقع که صفحه بارگذاری میشه به صورت پیش‌فرض شروع بکنه موسیقی من رو پخش کردن، و اینکه گزینه بعدی این بازپخشه، یعنی اینکه وقتی که فایل صوتی به انتهای خودش رسید دوباره از اول اون فایل رو بیاد پخش بکنه. همین دوتا آپشن رو داره و چیز دیگه ای نداره. ما همون پیشرفته رو که توی همه جا داشتیم رو اینجا داریم. میتونم فاصله های داخلی این المان رو کم یا زیاد بکنم و میتونم انتخاب بکنم که توی چه دستگاهی نمایش داده بشه، و اگر میتونم انتخاب بکنم که فقط کاربرایی که وارد سایت شدن مثلا این رو ببینن، یا کاربرایی که وارد سایت نشدن این رو ببینن، و همیشه رو میتونم بذارم. و اون حالت انیمیشن رو هم میتونم داشته باشم که مثلا بگم به هر حالت دیگه ای مثلا وارد بشه همونطور که دیدید و مثلا دو ثانیه طول بکشه و بعد از 1 ثانیه تأخیر شروع بکنه. ذخیره رو میزنم، انجام شد رو میزنم و میبینیم که فایل صوتی ما اینجا قرار میگیره و میبینید که بلا فاصله شروع میکنه فایل موسیقی که ما آپلود کردیم پخش شدن، و من میتونم اینجا پازش بکنم، صداشو کم و زیاد بکنم یا میوتش بکنم یا عقب و جلو برم تو آهنگ. خب بریم سراغ آپشن بعدیش که من میتونم از جای دیگه بردارم این فایل رو بیارم. میتونم به جای کتابخانه رسانه لینک رو انتخاب بکنم و هر لینک MP3 دیگه ای که بخوام رو میتونم اینجا وارد بکنم تا وقتی که من اینو انجام ندم این شروع میکنه هی پخش شدن. حتی ما این پخش خودکار اگر خیر بزنیم از ذخیره بکنیم دیگه این پخش نمیشه. خب حالا من لینک همین آهنگ رو از یک سایت دیگه برداشتم. مثلا میتونم انتخاب کنم که کدوم یکی از مثلا کیفیت ها رو انتخاب کنم، کپی لینک ادرس رو میزنم و میام اون لینک فایل MP3 که داشتم رو
میبینید که تهش mp3 داره. انتخاب میکنم، ذخیره رو میزنم و وقتی که کار تمام بشه، وقتی که روی پلی بزنم میبینید که شروع میکنه فایل رو از اون لینک گرفتن و بعد شروع میکنه برای ما پخش کردن. خب بریم سراغ ماژول بعدی. این ماژول صوتیمون بود. یه جدا کننده اول میذاریم و توضیح میدیم که این جدا کننده به چه صورت بود. همونطور که توی ویدیوهای قبلی خدمتون گفته بودم، این جدا کننده خیلی جا برای حد فاصله دوتا ردیف که هر دوتا مثلا بک‌گراند یکی دارن خیلی میتونه مفید باشه و کمک بکنه به شما که بتونید اونها را برای مخاطب اصلا تفکیک بکنید. من میتونم اینجا رنگ مختلفی برای این جدا کننده انتخاب بکنم. بعد اینجا میتونم میزان پهناش رو انتخاب بکنم که چقدر پهنا داشته باشه، همونطور که میبینید. بعد میتونم ارزش رو کم بکنم، 100% نباشه، مثلا میتونه مثلا 80% باشه. بعد میتونم انتخاب بکنم که وسط چین باشه و طرح‌های مختلفی داره. میتونه نقطه چین باشه، میتونه خط چین باشه، میتونه نقطه چین باشه و میتونه دو خطی باشه که همونطور که میبینید اینجا هست. من میتونم حالا این رو همونطور که گفتم باز تو بخش پیشرفته همون تنظیماتی که برای همه ماژول ها موجود هست رو برای این جدا کنندمون هم انتخاب بکنم. خب ما خطچین انتخاب میکنیم، یکم فاصله میدیم که بریم برای ماژول بعدی. ماژول بعدی که خدمتون میگم ماژول عنوان هست، یکم دیگه توضیحش بدیم. همونطور که میبینید وقتی که ما یک عنوان رو وارد میکنیم نسبت به متن همیشه یک فونت بزرگتری رو داره که اینجا بر اساس این تگ هایی که وجود داره میتونیم این رو کم و زیاد بکنیم. توجه بکنید این فقط برای کم و زیاد کردن سایز عنوانمون نیست، اینا یک تعریفی برای موتورهای جستجو داره و پیشنهاد میکنم توی هر صفحه بزرگترین عنوانی که یعنی عنوانی که مهمترین نقش رو توی نوشتتون داره رو H1 بذارید و بعد حالا خدمتتون میگم که نمیخواد حتما به این بزرگی باشه. بعدا میتونیم توی بخش طرح این فونت رو هر فونتی که بخوایم انتخاب بکنیم. مثلا میتونه این باشه ولی فونت H1 باشه و فونت های بعدیتون رو H2 تا H4 بذارید بر اساس میزان اهمیت. خیلی H5 و H6 مهم نیست و هر چقدر به پایین میایم باز اهمیت کمتری داره. اگر که مثلا ما 8 تا قرار عنوان داشته باشیم که همه از یک اندازه اهمیت برخوردار هستن، خب ما میتونیم H4 رو انتخاب بکنیم که تعداد زیادی نباشه. بعد مثلا اگر یک زیر عنوان نسبت به این عنوان مهممون داریم میتونیم تگ H2 رو براش انتخاب بکنیم. خب مثلا من تگ H2 رو برای این انتخاب میکنم. میبینید که من هر تگ دیگه ای رو الان انتخاب بکنم این سایز تغییر نمیکنه، چون من این سایز رو قبلا اینجا تعریف کردم که متفاوت باشه. من اینجا میتونم اندازش رو هر اندازه که بخوام بذارم. میتونم یه مورد دیگه که اینجا داریم رو چیز نکنم، رد نکنم. من اینجا میتونم این رو تبدیل به لینک بکنم، یعنی وقتی که کلیک بکنن روش به هر لینکی که من دوست دارم بره. حالا میتونه اون لینک یکی از پست های خود من باشه که اینجا کلیک میکنم و روش اینجا تایپ میکنم. آشپز زدم مثلا، میبینید که یه دونه مقاله پیدا کرد، با آشپزان ما آشنا بشید. این لینک میشه به اون وقتی که کلیک بکنن و اینجا دو تا گزینه دارم. اگر که بخوام دیگه توی همون صفحه بره توی اون لینک که این تیک رو نمیزنم. اگر بخوام وقتی که بازدید کننده کلیک کرد رو اون صفحه قبلیش وجود داشته باشه و
و یه صفحه جدید باز بشه و اون لینک رو باز بکنه، میتونم این تیک رو بذارم. این بدون فالو خیلی کاربرد نداره. وقتی هستش که من بخوام کاری بکنم که موتورهای جستجو این لینکی که من گذاشتم رو اصلا بهش اهمیت ندم و نرم ببینن که داخلش چی هست، میتونم این بدون فالو رو بذارم. خب بریم تو بخش طرح، میتونم رنگش رو عوض بکنم. میریم تو بخش فونت ها، میتونم اینجا فونت های مختلف براش انتخاب بکنم و اینجا میتونم نوع پهنای یا کلفتی عنوانمون رو انتخاب بکنیم. ارتفاع خط، اگر چند خط باشه میتونیم انتخاب بکنیم که با خط پایینش چقدر فاصله داشته باشه. اینجا باز میتونم وسط چین، راست چین یا چپ چینش بکنم و فاصله بین حروف و اینها خیلی برای ما کاربرد نداره. میزنید میبینید خیلی تفاوتی ایجاد نمیکنه برای زبان انگلیسیه. اینجا هم میتونیم مثلا زیرش یه خط داشته باشه یا مثلا میتونه بالاش یه خط داشته باشه، روش یه خط داشته باشه، یا میتونه ایتالیک باشه یا حالتهای دیگه ممرب و پیش‌فرض ما میذاریم. و از این بخش هم سایه متن رو میتونیم انتخاب بکنیم. یک رنگ رو انتخاب میکنیم، میزان سایه رو انتخاب میکنیم. میتونه مثلا این سایه بالا و پایین بشه، میتونه چپ و راست بشه و میتونه میزان مات بودنش رو باز کم و زیاد کرد که محو‌تر باشه و حتی که میخوایم میتونیم انتخاب بکنیم. و دیگه باز بخش پیشرفته همون توضیحات قبلی رو داره. بعد از عنوان باز دوباره یک جدا کننده میذاریم که اینها از هم جدا بشن. میریم سراغ عکس که خدمتون توی ویدیوهای قبلی کامل توضیح دادم. بخش انتخاب عکس رو که ما میتونیم دو تا حالت داشته باشیم. میتونه مثل آهنگ که از جای دیگه لینک آوردیم، میتونه یک لینک انتخاب بکنیم اینجا بذاریم، یا میتونه از داخل محتوای اینجا انتخاب بشه. مثلا من این عکس رو انتخاب میکنم، بعد اینجا میتونم همونطور که گفتم قبلا خدمتتون، میتونم سایزش رو انتخاب بکنم، میتونم سایز کوچیکش رو انتخاب بکنم که خیلی حجم زیادی هم از سایت من از صفحه من نگیره. میتونم یک نوشته براش تعیین بکنم و وقتی موس میره روی این عکس اون نوشته رو برای من پخش بکنه که اون نوشته رو اینجا ما اینجا تایپ میکنیم و بعد اون رو برای ما وقتی موس میره روش نشون میده. بعد میتونم حالتی بذارم که این همین شهر وقتی که موس میره روش نشون بده، زیر عکس نشون بده و اگرم نباشه که کلا این آپشن رو نداریم. بعد میتونه اینم باز مثل عنوان لینک بشه به هر جایی که بخوایم. میتونه خود عکس رو باز بکنه. ما اگر بخوایم میتونیم عکس بزرگ شدهش رو وقتی لایت باکس رو انتخاب بکنیم، وقتی بازدید کننده روی عکس بزنه عکس رو به صورت باز شده و بزرگ شده میبینه. میریم تو بخش طرح که میتونیم انتخاب بکنیم که یک برش روی عکس ما بخوره. مثلا من برش دایره‌ای روی عکسم میزنم یا برش مربعی میزنم، این از مستطیل تبدیل به مربعش میکنم. یا میتونه حالت دیگه باشه، پانوراما، ارضی زیاده، عمودی، از عمود برش میزنه میشه که میبینید. میتونیم تو این بخش انتخاب بکنیم که عرض عکس ما چقدر باشه، کم و زیادش میشه کرد اینجا. بعد اینجا میتونیم چپ چین، راست چین و وسط چینش رو انتخاب بکنیم. بعد توی بخش بعدی میتونیم انتخاب بکنیم که دورش یک حاشیه داشته باشه. مثلا من یک دست رو انتخاب میکنم، یه رنگ آبی انتخاب میکنم براش و مثلا انتخاب میکنم که بالاش انقدر داشته باشه و پایینش هم انقدر. و حالا مثلا میتونیم این یک دست رو مثل جدا کننده انتخاب کنیم که مثلا نقطه چین باشه.
اینجا میتونیم انتخاب بکنیم که عکس دورگرد بشه. مثلا من اینجا میتونم این ورش رو اینقدر و مثلا از پایین سمت راست هم اینقدر برش بخوره، بعد یعنی گرد بشه. بعد میتونیم اینجا سایه براش بذاریم، مثلا سایه قرمز براش انتخاب میکنیم. بعد از سمت راست میتونه چپش هم باشه، من حالا راستش میذارم. و از سمت بالا یکم، بعد میتونم زیادش بکنم همونطور که میبینید و بعد میتونید ماتش هم بکنید به این صورت. همونطور که میبینید میتونید خیلی با همین چند تا آپشنی که در اختیار دارید کارهای زیبایی رو بکنید و مثلا بعد از اینکه من این کار کردم میتونم اینو تبدیل به دایره بکنم و ببینم تو دایره به چه شکلی عذاب در میاد. ببینید اصلا یه شکل‌های خیلی خاصی رو میشه باهاش درست کرد. خب اینو ذخیره میکنیم، میریم سراغ بعدی. بعد از اینکه اینو ذخیره کردیم میریم سراغ دکمه که خب خیلی تاثیر بزرگی برای روی سایت شما داره. هر چقدر هم این طراحی دکمه شما طراحی بهتری باشه میتونه خیلی تاثیر بهتری روی بازدید کننده داشته باشه و یعنی باعث بشه ترغیب بشه که بازدید کننده روی اون دکمه کلیک کنه. اول متنش رو میتونیم اینجا انتخاب بکنیم، هر چیزی که دوست دارم. بعد اینجا میتونم یه آیکون براش انتخاب بکنم از بین تمام آیکون هایی که وجود داره. بعد میتونم انتخاب بکنم که این آیکون قبل از متن باشه یا بعد از متن باشه و هم اینطور که و هم میتونم انتخاب بکنم که در حالت پیش‌فرض وجود نداشته باشه و وقتی که موس روش میاد نمایش داده بشه. و ما میتونیم این رو لینک بکنیم به هر صفحه یا لینک خاصی که دوست داریم. اینجا میتونیم انتخاب بکنیم و مثل عنوان میتونه این لینک باشه یا میتونه به یک مقاله دیگه اینجا انتخاب بکنیم و به اونجا بره. مثلا من میسم درباره ما، صفحه درباره ما رو خودش انتخاب میکنه اینجا میذاره و حالا تو بخش طرح میتونم انتخاب بکنم که ارزش چقدر باشه. ارز خودکار به اندازه متن من اون ارز کم و زیاد میشه، ولی میتونم تمام ارز رو انتخاب بکنم که به اندازه ارز ردیف من. میبینید که الان کل صفحه رو اون ردیف رو گرفت. میتونه به اندازه کل ردیف باشه یا میتونم انتخاب بکنم که سفارشی باشه هر اندازه‌ای که من میخوام. مثلا الان 200 تاست، میتونه بیشتر بشه تا اون اندازه‌ای که من ازش بخوام. اکثرا خودکار خوبه و میتونیم وسط چین چپ چین راست چینش اینجا انتخاب بکنیم. میتونیم این تو انتخاب بکنیم که فاصله داخلیش به چه صورت باشه، یعنی از سمت بالا مثلا چقدر فاصله داشته باشه. میتونیم انتخاب کنیم که از بالاش فاصله داشته باشه ولی از پایینش نداشته باشه، یا مثلا از چپش داشته باشه ولی از راستش نداشته باشه. همونطور که میبینید میتونم کم و زیاد بکنم. بعد اینجا میتونم رنگ متنم رو انتخاب بکنم. وقتی که موس روش میره چه رنگی بشه، مثلا رنگ آبی بشه. بعد اینجا که فونتش رو میتونم اینجا تمام تغییرات رو بدم مثل متن‌های دیگه و اینجا رنگ پس زمینش رو میتونیم انتخاب بکنیم که چه رنگی باشه. وقتی که موس روش رفت چه رنگی بشه و اینجا میتونم طرح پس زمینه انتخاب کنم، مسطح باشه یا گرادینت باشه. گرادینت یعنی اینکه از یه رنگ به یک رنگ دیگه کم و زیاد بشه. وقتی که ما مثلا یک رنگی مثل یه رنگ زرد رو انتخاب میکنیم بیشتر به چشم میاد. میبینید که از رنگ زردی که ما انتخاب کردیم به یه زرد تیره تر خودش به صورت انتخابی این رو گرادینت میکنه و تیرش میکنه.
اینجا میتونیم انیمیشن پیش زمینه داشته باشیم بعد از اینکه وقتی خورد مثلا این بر اساس این گرادینت تغییری داشته باشه. و باز اینجا حاشیه رو میتونیم داشته باشیم. من انتخاب میکنم، میبینید که اینجا میتونم یه حاشیه دوره این داشته باشم و میتونم انتخاب کنم که از هر طرف چقدر باشه. مثلا میتونم از پایین بیشتر داشته باشه، مثلا میتونه این زرد تیره باشه که مثلا بیشتر شبیه یک دکمه به نظر برسه. و اینجا هم باز همون شعاع مرزی که برای عکس داشتیم رو داریم. میتونیم اینجا یه طرفش مثلا خیلی تغییر بدیم یا سایه داشته باشه، مثلا میتونه یه سایه توسی هم داشته باشه که ببینید مثلا اینقدر و یکم آتش میکنیم به این صورت. و میتونه رنگ حاشیه‌اش که ما اینجا انتخاب کردیم در زمان لمس به یه رنگ دیگه ای، یعنی موقعی که موس میاد روش به یک رنگ دیگه ای تغییر بکنه. و پیشرفته رو داریم که مثلا همیشه دیگه نیازی به گفتنش نیست. من تا همینجا انجام شده میزنم که اون تغییراتی که موقعی که موس روش میره رو از نزدیک ببینید. همونطور که میبینید وقتی که موس روی این دکمه ما میاد این آیکون ظاهر میشه و تمام تغییراتی که دادیم اون رنگ پس زمینه و اینها خودشون نشون میدن. و اینها هم همونطور که میبینید کلیک هستن و همونجور که خاطرتون باشه ما اینو تبدیل به لایت باکس کردیم، یعنی وقتی که روش کلیک میکنیم اون عکس به صورت کامل روی صفحه دیده میشه و کلوز داره که میتونیم این رو بزنیم و عکس ما دوباره بسته میشه و میتونیم بقیه صفحه رو ببینیم. خب بریم سراغ ماژول های بعدی. ماژول HTML رو داریم که من خدمتون قبلا توضیح داده بودم که به درد موقعی میخوره که ما از یک سایت دیگه میخوایم یک سری کد رو وارد سایت خودمون بکنیم. مثلا من میخوام یک ویدیو رو توی سایت خودم داشته باشم ولی از ویدیو استفاده نکنم، از ماژول ویدیو. مثلا وقتی که وارد سایت آپارات میشید، وقتی که روی اشتراک گذاری میزنید، روی امبد که میزنیم عکس شبیه کد هست. اینجا من میتونم یه سری از کدها رو ببینم. این کدی که اینجا به من داده رو وقتی کپی میکنم یا روی این بزنیدم کپی میشه. وقتی که میارم اینجا پیستش میکنم، وقتی ذخیره رو میزنم اون کد رو برای من میخونه و تبدیل میکنه به محتوایی که اون کد قراره نمایش بده. پس میبینید که الان اون کد HTML تبدیل به ویدیو شد. حالا میتونه جای دیگه تبدیل به یک نقشه بشه، تبدیل به یک چت روم بشه. وقتی که توی اینترنت سرچ بکنید کدهای آماده میتونید از اونها استفاده بکنید و از طریق این ماژول که دیگه تنظیم دیگه هم نداره، من یک بار دیگه داخلش میشم که ببینید هیچ تنظیم دیگه نداره. شما فقط کافیه که اون کد رو کپی کنید و اینجا پیست کنید و ذخیره رو بزنید. اگر که کار بکنه یعنی این که اون کدی که به شما دادن کد فعالی بوده و کدی که کار میکنه. خب این بخش ماژول HTML. بریم سراغ ماژول بعدی که ماژول ویرایشگر متنه که خیلی ازش استفاده کردیم این چند وقت. من میتونم همینجا تمام متنی که میخوام رو وارد بکنم. ببخشید. ماژول بعدی که میخوایم روش کار بکنیم ویرایشگر متن هست که قبلا خیلی باش کار کرده بودیم. من اینجا میتونم هر متنی رو هر اندازه که بخوام اینجا تایپ بکنم و همونطور که میبینید این پایین نوشته من آماده است و اضافه میشه. حالا اگر مثلا اینو چند بار کپی بکنیم میبینید که این پایین هم خودش رو نشون میده. یعنی من میتونم هر چقدر بخوام
این نوشتم زیاد باشه یا میتونه همون اندازه یک خط باشه. میتونم اینو تبدیل به میتونم مقدار فونت رو کم و زیاد بکنم، میتونم بولدش بکنم، میتونم ایتالیکش بکنم و تمام این تنظیماتی که جای دیگه هم اینها رو داشتیم میتونیم اینو لینک بکنیم، میتونیم رنگش رو تغییر بدیم و این میتونه یکم به جلو بده، ایندنتش بکنه و میتونه عقب بره و میتونم با این آندو هم عقب‌تر برم و اگر چیزی نوشتم که میخوام عقب‌تر برم میتونم این کارو بکنم. و اینجا میتونیم عکسمون رو، عکس یا فایل صوتی یا تصویر خودمون رو اضافه بکنیم که من خیلی توصیه نمی‌کنم اینجا این کار رو بکنید. اینجا خیلی دسترسیتون کمه و اون امکاناتی که برای خود مثلا ماژول عکس بود رو دیگه اینجا ندارید. پس ترجیحاً اینجا فقط عکس وارد بکنید، متن وارد بکنید ببخشید و اینجا باز من میتونم همون رنگ و فونتی که اینجا انتخاب میکردم رو میتونم اینجا باز به صورت کلی کل متن رو تغییر بدم، ولی این توی نوشته اینجا میتونم فقط یک بخشش رو تغییر بدم. میتونم اینجا اینو من به صورت مثال خدمتتون نشون میدم. مثلا من اینجا رنگ رو انتخاب میکنم، مثلا آبی، بعد مثلا همگی رو میخوام رنگش رو تغییر بدم. وقتی که مثلا اینو سبزش بکنم میبینید که این تغییر میکنه. من اگه بخوام یک جای خیلی یک کلمه رو مثلا توی اون متن تغییر بدم میتونم با این کار این رو انجام بدم و همینطور در رابطه با فونت و اینها هم صادقه. خب این هم بخش متن. خب بریم سراغ ماژول پایانی که ماژول ویدیو هستش که یک تقریبا شبیه ماژول صوتی مونه. من هم میتونم اینجا کد اسکریپتی که توی HTML مون استفاده کردیم رو اینجا بذارم، هم میتونم خودم یک فیلم رو آپلود بکنم. مثلا میتونم اینجا انتخاب بکنم و یک فیلم رو از فضای داخل کامپیوتر آپلود بکنم و بعد اینجا میتونم یه عکس پیشنمایش براش داشته باشم. حالا ما فعلا میتونیم اگر که جاسازی رو انتخاب بکنیم دیگه هیچ کنون از اون آپشن ها رو نداریم و ویدیو ما رو میذاره. اگر که بخوایم مثلا من میتونم این ویدیو رو به جای این ویدیویی که اینجا داشتیم رو به جای اینکه از آپارات برای خودم بیارم برای توی سایت خودم آپلود بکنم، میتونم اینجا دانلود ویدیو رو بزنم، مثلا با کیفیت پایین فعلا میگیریمش. سیو پیج از میکنیم، میذاریم تو بخش، میذاریم توی کامپیوترمون و بعد توی سایتمون آپلودش میکنیم. میتونم اصلا اینجا بکشم بیارم اینجا رها بکنم. تو که میبینید شروع میکنه آپلود کردن ویدیوی ما توی سایت. اینو خدمتتون عرض بکنم که ترجیحاً شما این کار رو انجام ندید، هم برای فایل های صوتی هم برای فایل های تصویری. وقتی که اینها رو توی سایت خودتون آپلود میکنید اینها باعث میشن که اولا فضای حجم سایت شما رو بگیره، چون فضای حجم سایت شما یک فضای محدودیه و اگر که بخواید تمام فیلماتون رو توی سایت خودتون آپلود بکنید این فضا رو اشغال میکنید و اون موقع نیاز دارید که برای سایتتون فضای اضافه بخرید. این اولین مطلب دومی که وقتی که شما از یک سایت دیگه اینو میارید داخل سایت خودتون این کمک میکنه که بازدید کننده شما در اون سایت هم بتونه به شما دسترسی داشته باشه و بازدید کننده های مثلا سایت بزرگی مثل آپارات هم میتونن از ویدیوهای شما استفاده بکنن. خب من الان ویدیو رو آپلود کردم، میتونم با یه فرمت دیگه که وب ام هست اون رو باز آپلود بکنم که خیلی نیازی نیست. میتونم انتخاب بکنم که به جای اینکه این عکس پیش‌فرض من رو عکس خود فیلم رو داشته باشه میتونه یه عکس باشه که من انتخاب بکنم. مثلا من این عکس رو انتخاب میکنم میذارم و میبینید که این عکس جایگزین عکس خود ویدیو شد و میتونه این هم مثل
فایل صوتی ما هر دو تا اون آپشن ها رو داشته باشه، پخش خودکار و بازپخش رو داشته باشه. توی این تب ما میتونیم ساختار داده این رو مشخص بکنیم. این خیلی کمک میکنه به بخش سئو سایت شما که من این رو بعداً توی یک ویدیو کاملا مفصل توضیح میدم که به چه صورته. ولی توی این بخش من میتونم نام ویدیو رو انتخاب بکنم، توضیح ویدیو، مثلا میتونم همه اینا رو از این بخش کپی بکنم و اینجا بذارم. مثلا میتونه قسمت 4 هم اینجا کپی بشه، اینجا پیست بشه و توضیحاتش رو میتونم اینجا بذارم. این بخش برای گوگل هست، یعنی هیچ نمایشی توی سایت شما نداره، ولی خیلی کمک میکنه که گوگل تشخیص بده که این سایتی که شما گذاشتید، سایت این ویدیویی که گذاشتید چه ویدیوییه، چه محتوایی داره و در چه رابطه‌ای. و تاریخ آپلودش هم میتونید اینجا انتخاب بکنید که چه تاریخی باشه. میتونم تاریخ امروز رو انتخاب بکنم و ذخیره رو بزنم و میبینید که ویدیو ما اینجا قرار گرفته. وقتی که کلیک میکنم روش، خود ویدیو رو شروع میکنه پخش کردن. خب این هم از ماژول های پایه ما، همگی اونها رو به صورت کامل توی این ویدیو یاد گرفتید. ممنون از همگی، امیدوارم که توضیحات این بخش کمکتون بکنه و باعث بشه که بتونید از این ماژول ها به نحو احسن استفاده بکنید. هر سوالی باز داشتید در این رابطه، من در خدمتتون هستم. از طریق وبسایت یا از طریق اکانت های سوشال مدیای ما میتونید در ارتباط باشید. خیلی ممنون، روزتون خوش.